ان الله طیب ولا یقبل الا طیبا. الله متعال پاک و پاکیزه هست و غیر از پاکیزگی و مال پاک چیزی رو قبول نمی کند. انسان صدقه ای را که برای کسب رضای الله متعال می دهد حتما باید از مال پاک و درآمد حلالش باشد. از درآمد حرام صدقه دادن هیچ منفعتی برای صاحبش ندارد. منتها اگر فقیری به اون یک مالی داده شد که کسبش حرام بوده، از راه حرامی به دست آمده، برای خود آن فقیر از نظر شرعی اشکالی ندارد، گناهی برگردنش نیست، زیرا که این فقیر مال را از طریق مشروع به دست آورده و گناهش بر کسی هست که این مال را از طریق نامشروع و حرام به دست آورده باشه. پس در صدقات همیشه سعی بکنیم که مال پاک بدیم.